آقا رفیق زیقی رو بشاش توش. رفاقت حرمت داره. رفیق باید مثل کوه باشه، مثل داداش باشه. رفیق به درد نخور و زیقاتیک رو بشاش توش. میگیره چی دارم میگم؟ یه اخلاق گندی دارم یا رفاقت نمی کنم، یا اگه با یکی عالی گفتم رفاقت رو شروع کردم تا خشته که من معرفت باش میرم صدمو میزنم، نصف نیمه نیستم. همین توقعم دارم. رفیق دوزاری و پلش نمیخوام. رفیق به درد نخور و یه شایی نمیخوام. رفیقی که پشتمو خالی بکنه که نمیبخشمش که. رفیقی که پشتمو خالی بکنه زیر پاشو میکشم، زیر پاشو خالی میکنم که بفهمه به خاطر کی بالا بوده. چی؟ رفاقت تاوان دارد، نقطه سر خط. اینجوری نیستش که همش تو اشغاله های لالای و صفاسیتی و کجا بریم کی بشینیم باشه. بعد که به جای صفر به پاشوره میرسه چرا خاموش بزنه به جاده خاکی پشتتو خالی کنه. نه، اینا رفیقای دوزاری هن، به درد نخورن. اینا رو باید بریزی تو مستراف، سیفونو بکشی و لب بیبرن پایین. رفیق باید لوتی و سینه سوخته مثل مرد پشتت باشه. دیگه چی دارم میگم؟ اینجور رفیقا اگه داری اسیرش باش، خبردارش باش. اگرم نداری که گاز بده دودتو ببینیم، یعنی باختی. صفای هرچی رفیق مشتی لوتیه.